به نام خداوند دانا و توانا، درود بی پایان بر ناجی بشریت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. با عرض سلام و ادب به سومین درس ریاضی صف نهم خوش آمدید. در آغاز درس شروع میکنیم، ولی قبل از آنکه درس شروع کنیم مرور کوتاه بر نکات عمده درس گذشته. در درس گذشته ما دایره را خواندیم، عناصر دایره را خواندیم و تمام شب با جزئیات خواندیم که دایره چیست، عناصر دایره کدام ها بود، قطعا و در قطر شعاع و قوس بزرگ، قوس کوچک مسائل خواندیم. امروز باز هم به ادامه درس میایم به حالات مستقیم، حالات خط مستقیم با دایره. یک دایره دارای کدام حالات می باشد؟ یک دایره با خط مستقیم دارای سه حالت می باشد. یک دایره مستقیم کرخ سره سه حالتونه لري، درې حالتونه لري، سه حالت داره. حالت اولش متقاطی است. در متقاطی طوری است که دایره و خط مستقیم دو نقطه مشترک دارد، یا دایره توسط خط مستقیم در دو نقطه قطع می شود، در دو نقطه قطع می شود. حالت دوم مماس است که تنها یک نقطه مشترک دارند، خط مستقیم و دایره. حالت سوم هم غیر متقاطی است. در حالت غیر متقاطی دایره و خط مستقیم کدام نقطه مشترک ندارند. یو مستقیم کرخ له دایره سره درې حالتونه لري. اول حالت متقاطی ده. متقاطی کې دایره او مستقیم کرخه دوه مشترکه ټکي لري، یعنی مستقیم کرخه دایره په دوه ټکي کې قطع کوي. مماس هم دویم حالت مماس دی. مماس کې یو مشترکه ټکي لري. او غیر متقاطی کې مشترک ټکي نه لري، یعنی مستقیم کرخه دایره نه قطع کوي. این طوری که شما میبینید شکل که میبینید یک حالت متقاطی است. حالت متقاطی است. دا یو متقاطی حالت دی. حالت متقاطی است و طوری که شما میبینید در دو نقطه دایره توسط خط مستقیم قطع شده که یک نقطه ای است اینجا قطع شده و دیگر نقطه پی است که در اینجا دایره را قطع کرده. این حالت متقاطی است. دا حالت متقاطی حالت دی چې دایره د مستقیم کرښې په واسطه په دوه نقاطو کې قطع شوی ده. حالا به فاصله خط مستقیم دلتا از مرکز دایره با شعاع چی رابطه داره؟ طوری که شما میبینید شعاع بیشتر است، بزرگتر است نسبت به فاصله خط از مرکز دایره. حالا میبینیم که چگونه هست. شما ببینید فاصله شعاع به آر نشان داده شده و فاصله خط مستقیم از مرکز دایره به دی نشان داده شده، یعنی فاصله خط مستقیم از مرکز تا اینجاست. این خط این مقدار فاصله هست و شعاع تا به دایره میشه. پس طوری که میبینید فاصله خط مستقیم از مرکز دایره کوچکتر از شعاع دایره می باشد. دلته تاسو وګورئ د مستقیم کرښې فاصله د مرکز څخه د دایرې مرکز څخه د شعاع نه کوچنۍ ده. دې ځای پورې دا د مستقیم کرښې فاصله له مرکز څخه ده او شعاع تر دایرې محیط پورې رسیږي. نو تاسو ګورئ چې شعاع دلته لوی ده او فاصله کوچنۍ ده. د حالت متقاطی وایي. حالت متقاطی را شناختیم. حالا نوبت شما هست. اوس د تاسو نوبت ده چې دا حالت تشریح کوئ. بیا زه نوی درس ده. کی میتونه تشریح کنه؟ څوک کولی شي چې تشریح کړي؟ رویا واحدیار تشریح میکنه. سلام استاد. علیکم سلام خواهر محترم. شما درس امروز تا جایی که خواندیم یک بار تشریح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دایره با خط مستقیم سه حالت دارد: متقاطی، غیر متقاطی و مماس. متقاطی به حالتی گفته می شود که دایره را در دو نقطه قطع کرده باشد. مماس به خطی گفته می شود که دایره را در یک نقطه مشترک با دایره داشته باشد. و غیر متقاطی به خطی گفته می شود که هیچ دایره قطع نکرده باشد و ازش جدا یا دور باشد. و متقاطی خط که است دایره را در دو نقطه قطع کرده و رابطهش این است که فاصله بین مرکز تا خط مستقیم از شعاع کرده کوچکتر است. درست است خواهر گرامی. خواهر بعدی ما مهربان نقشبندی تشریح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالات دو دایره با یکدیگر. میباشیم دو دایره نبود. حالات دایره با یکدیگر. یک مستقیم میتونه با دایره سه حالت داشته باشه. یکی میتونه متقاطی باشه. متقاطی که هست دو نقطه مشترک داره. وقتی متقاطی گفته میتونیم که فاصله خط مستقیم از مرکز دایره کوچکتر شعاع دایره باشه. در این صورت ما میتونیم متقاطی بگوییم. و دیگه از غیر متقاطی. غیر متقاطی نقطه مشترک هیچ ندارد و فاصله خط مستقیم بزرگتر از شعاع دایره میباشه. و حالت سوم که هست مماس دایره است. یک نقطه مشترک داره که طول شعاع و فاصله مرکز با هم مساوی و یکسان میباشه. خب در این بحث حالا کسی مشکل نداره؟ این بحث یاد گرفتین؟ خب فکر کنم کسی مشکل نداره. ادامه میدهیم. این حالت دوم شما ببینید. این حالت که از غیر متقاطی است. دا حالت غیر متقاطی ده. غیر متقاطی. غیر متقاطی ده.
غیر متقاطی که تصور کنید خط مستقیم از دایره خیلی فاصله داره، با دایره هیچ تماس هیچ نقطه مشترکی نداره. در غیر متقاطی فاصله خط از مرکز دایره کوچکتر از شعاع می باشد. په دا حالت کې د مستقیم کرښې فاصله د دایره له مرکز څخه د شعاع نه ډیر ده. یعنی نوشته کرده میتونیم آر و دی، آر شعاع و دی هم فاصله همی خط از مرکز دایره. در این صورت شما میبینید در تصویر که دی بزرگتر است. شما ببینید تا این قسمت شعاع میشه، تا این قسمت شعاع شد، اما این مقدار فاصله بیشتر است که دی را در نظر میگیریم. پس فاصله خط مستقیم از مرکز دایره بیشتر از شعاع می باشد. این بحث هم فهمیدیم. من حالت بعدی که مماس می باشد. در حالت مماس فاصله خط مستقیم در نقطه تماس که فاصله خط مستقیم در نقطه تماس با دایره مساوی با فاصله شعاع می باشد. یعنی دی و آر در این صورت با هم مساوی می باشد. در این حالت که په مماس حالت کې دا حالت مماس دی. مستقیم کرښه هغه ټکی چې له دایرې سره وصل دی د هغه ټکی فاصله تر مرکز پورې شعاع ته مساوی دی، با شعاع مساوی است. خب در این کسا مشکل ندارد. باز هم نوبت شماست کسی که را تشریح میکند. او هم خواهر ما بی هاجره و تک. السلام علیکم استاد. دا مماس هم صدای تنها نداریم استاد. صحبت است. خب خواهر بعدی ما معلومات تشریح میکنن. حالت مماس یعنی حالت مماس یک نقطه مشترک با دایره باشد و فاصله خط مستقیم از شعاع دایره کده کوچکتر باشد و غیر متقاطع یعنی هیچ نقطه مشترکی با دایره نداشته باشد و فاصله خط مستقیم از شعاع بزرگتر باشد. درست است خواهر گرامی. زموږ بله خور چې دا تشریح کوي پرنیان جلیلی. خب خواهر ما فکر کنم مشکل اینترنت داره. خواهر بعدی ما که میتونه درس تشریح بکنه دست خود بلند کنه که ها میتونه تشریح کنه. خب خواهر ما که این درس تشریح میکنه به نام نازنین لالزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خط مستقیم با دایره یکجا شده و یک نقطه مشترک ساخته که اون به نام مماس میگن و شعاع دایره همراه فاصله خط مستقیم از مرکز دایره تا به خط مستقیم مساوی هستند، یعنی که یک نقطه مشترک داره. درست است خواهر گرامی. زموږ بله خور چې دا درس تشریح کوي سمیه دوست. سلام علیکم، وقت بخیر استاد. خب مماس که است یک نقطه مشترک دارد و دایره که ما میبینیم دو خط است که دو خط از A و R و D که یکی از شعاع می باشد و دیگر از مماس و با هر دویش مساوی می باشند. از مرکز تا به خط مستقیم هر دویش مساوی می باشند. درست است خواهر گرامی. زموږ بله خور چې دا درس تشریح کوي فرخنده مهدی. خب فکر کنم خواهر ما مشکل اینترنت داره، صدایشان درست نمیاد. خب در این بحث اگر کسی مشکل نداره زموږ بله خور چې دا تشریح کوي ریحانه دانشگر. بسم الله الرحمن الرحیم. دې شکل چې کوم دی د مماس ویل کېږي ځکه یو خط مستقیم دی او د مرکز څخه او د شعاع او د مرکز کوم فاصله چې ده د دواړو مساوي ده، یعنی آر مساوي کېږي له ډي سره. آر شعاع او ډي هغه د مرکز د مستقیمه خط چې کوم فاصله ده. سمه ده محترم خورید. تا اینجا کسی مشکل ندارد. حالات خط مستقیم خواندیم که یک خط مستقیم با دایره سه حالت دارد. متقاطع در دو نقطه قطع میکند، مماس یک نقطه مشترک داره و غیر متقاطع قطع نمیکند دایره را. یو مستقیم کرښه له دایرې سره درې حالتونه لري: متقاطع، غیر متقاطع، مماس. متقاطع دوه مشترکې ټکي لري. مستقیم کرښه دایره په دوه ټکو کې قطع کوي. مماس یو مشترکه ټکی لري او متقاطع مستقیم کرښه دایره نه قطع کوي په غیر متقاطع حالت کې. بحث بعدی ما که دو دایره با هم چه حالت دارن. زموږ بله درس داده چې دوه دایره یو بل سره سه حالتونه لري. دو دایره با یکدیگر دارای سه حالت می باشد. خب خواهر ما دیبا هم در تشریح میکند. همین درس را استاد؟ استاد صدای ماست؟
بله صدای شما هست، ادامه بدهید. بسم الله الرحمن الرحیم. حالات دو دایره با یکدیگر دارای سه حالت ضرب میباشند. یک متقاطع، دو نقطه مشترک دارند. دو مماس، یک نقطه مشترک دارند که مماس به دو دسته تقسیم شده، مماس داخلی و مماس خارجی. و حالت سوم غیر متقاطع هست که نقطه مشترک ندارد. درست است خواهر محترم. موضوعی که هست حالات دو دایره با یکدیگر. دو دایره با یکدیگر دارای سه حالت میباشند. یک حالت متقاطع است که هر دو دایره یکدیگر خود در دو نقطه قطع میکنند، دو نقطه مشترک دارند. و دوم حالت مماس است که یک نقطه مشترک دارد. مماس میتونه داخلی باشد. در مماس داخلی دایره ها در داخل یکدیگر قرار دارند و میتونه مماس خارجی باشه که دایره ها در پهلوی یکدیگر قرار دارند. در مماس یک نقطه مشترک دارند. و حالت غیر متقاطع است که از یکدیگر خود فاصله دارند و نقطه مشترک ندارند. دو دایره یو بل سره درې حالتونه لري. متقاطع حالت دی چې دواړو دایره یو بل دوه ټکي کې قطع کوي. دوه مشترک ټکي لري. دویم مماس ده چې یو مشترک ټکي لري د دواړو دایره. مماس کېدای شي داخلي وسی او کېدای شي خارجي وسی. په داخلي مماس کې دایره د یو بل تر منځ کې قرار لري، واقع دي، او په خارجي مماس کې دایره د یو بل تر څنګ دي او یو مشترک ټکي لري. غیر متقاطع هم هغه حالت دی چې دایره یو بل سره اړیکه نه لري، مشترک ټکي نه لري، یو بل سره څخه واټن لري. اوس راځو تصویرونو ته. به تصویرهاش میایم. این تصویر اولی را که شما میبینید چی است؟ این حالت متقاطع. شما ببینید که در دو نقطه قطع کرده. یک نقطه اینجاست مشترک، یک دیگه خود داره، مثلا این نقطه را نامش ام میمانیم و نقطه دوم مشترک اینجاست، این نامش ان میمانیم. دایره یک دیگه خود در دو نقطه مشترک قطع کرد. در این صورت ما اگر ببینیم فاصله بین مرکز دایره ها با طول شعاع چی رابطه داره، ما اگر شعاعها را جمع کنیم، شعاع دایره اولی را و شعاع دایره دومی را جمع کنیم، R1 R2 را اگر جمع کنیم، مثلا این شعاع را ببینید، شعاع R1 میگیم، شعاع دایره اولی. این شعاع را میگیم R2، شعاع دایره دومی. این ما اگر جمع کنیم، به طور مثال ما اگر در نظر بگیریم قیمت عددی بگوییم اینها را و اینها یک قیمت عددی انتخاب کنیم به طور اختیاری، فکر کنیم اینی 4 سانتی متر باشه این دایره و اینی را فکر کنیم 3 سانتی متر باشه. این ما هر دوش که جمع کنیم 7 سانتی متر میشه. ولی فاصله بین مرکز دایره ها چقدر است؟ فاصله بین مرکز دایره ها را می‌بینیم که چه مقدار است. فاصله بین مرکز دایره ها از این مرکز تا این مرکز چقدر فاصله است؟ این همیشه کوچکتر از فاصله جمع شعاع‌ها میباشه. پس اینجا نوشته می‌کنیم دی فاصله را میگیم که دی در این صورت حاصل جمع شعاع‌ها بیشتر میباشه. مثال عددیش ببینید 4 جمع 3 چند میشه؟ 7 میشه. این 7 سانتی متر میشه، ولی این میشه 5 سانتی متر شود یا هم چند سانتی متر، 6 سانتی متر. از 7 کوچکتر میشه و از 7 بزرگ نمیشه. ده حالت متقاطع همین موضوع است. تاسو متقاطع حالت که وګورئ، دا حالت متقاطع په نامه یادېږي. دوه مشترک ټکي لري، یو ام ټکی ده، یو هم ان ټکی ده. که چیرې د دایرې شعاعګانو ته وګورئ، د لومړۍ دایرې شعاع ته تاسو وګورئ R1 او د دوهمې دایرې شعاع ته وګورئ R2. دا دواړه یو بل سره که جمع کړو، دا د جمع حاصل د دایرې له مرکزونو د واټن کم یو چې دا د سره مقایسه وکړو، نو د دایرې مرکزونو واټن یا فاصله کم ده د شعاع د حاصل جمع څخه. مثلا لومړی شعاع 4 سانتی متر مثال ورکړ او دویمه 3 سانتی متر، دا دواړه چې جمع کوو 7 سانتی متر کېږي، خو د مرکزونو واټن د 7 سانتی متر نه کمیږي، زیاتېږي. مثلا کېدای شي 15 سانتی متر شي، کېدای شي 6 سانتی متر شي، دیونه کم کېږي. دا متقاطع حالت. اوس هم د تاسو ور دی. حالا نوبت شما هست که تشریح میکنید. کی ها میتونه تشریح کنه؟ کسی که تشریح میکنه دست خود بلند کنه. خب دیگرها که تشریح میتونه تمام کن، دستتون رو بلند کنیم. خب ایرا خواهر ما استاد اینترنت بسیار ببخشید فکر کنم در حرفتان داخل شدم. اینترنت ما بسیار ضعیف است. میشه یک بار دوباره تشریح کنید؟ درست تشریح میکنم. متوجه باشین همسنفیت تشریح میکنه، اگه باز هم نفهمید در اخیر من تشریح میکنم. خواهر محترم. خب حالا خواهر ما سنم 11 تشریح میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در تصویر دایره دو دایره وجود داره که با هم در دو نقطه مشترک وصل شدن و مسافت شعاع را از یک شعاع تا دیگر شعاع بزرگتر است نسبت به مسافت شعاع بزرگتر است نسبت به مسافت دو مرکز. اگر ما در نظر بگیریم یک شعاع اولی ما را، اگر ما شعاع خود جمع بکنیم، مثلا شعاع اولی 4 سانتی متر و شعاع دومی 3 سانتی متر، اگر دوشان جمع بکنیم میشه 7 سانتی متر و وقتی که مرکز خود را ببینیم، فاصله دو مرکز هم میتونیم بگیریم 5 سانتی متر. در این صورت شعاع ما بزرگتر است نسبت به مرکز کرده. تشریح میکنه به نام مؤثره تبسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنیم این خواهر ما مهربان نقشبندی. بسم الله الرحمن الرحیم. حالات دو دایره با یکدیگر. دو دایره با یکدیگر میتونه دارای سه حالت باشه. یکی میتونه متقاطع باشه، یعنی دو نقطه مشترک داشته باشه که از مرکز دایره فاصله از مرکز دایره کوچکتر از شعاع باشه. دیگه میتونه مماس باشه، یک نقطه مشترک داشته باشه که خط مستقیم فاصلهش خط مستقیم بزرگتر از شعاع باشه. و دیگه میتونه میتونه غیر متقاطع باشه که نقطه مشترک نداشته باشه، فاصله خط مستقیم بزرگتر از شعاع باشه. دیگه میتونه مماس باشه. مماس یک نقطه مشترک داشته باشه، طول شعاع و فاصلهش همش مساوی به مرکز دایره باشه. و مماس هم میتونه به دو بخش تقسیم شه، یکی میتونه مماس داخلی باشه و مماس خارجی باشه. استاد به نظر من قرار بود. خواهر بعدی که دست میتونه تشریح کنه، نامشون رو میگیریم تشریح کنه. نه خویش. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام خواهر گرامی، همین درس تشریح کنید. درست است. امروز حالتهای دو دایره با هم میخوانیم، حالت متقاطع را میخوانیم. اگر دو دایره کنار هم قرار بگیره و دو نقطه مشترک داشته باشه دایره متقاطع گفته میشه. اگر فاصله شعاع‌ها بزرگتر از مرکز دایره باشه، بزرگتر از دو مرکز دایره. استاد چی بود؟ خب فکر کنم مشکل اینترنتی داره، صدایتان خط وصل میاد. خواهر بعدی که درس تشریح میکنه به نام مریم بوبزایی. خب حالت متقاطع را هم شناختیم که در حالت متقاطع دایره یکی دیگه خود در دو نقطه قطع میکنه. حالت بعدی هم حالت مماس است. بل حالت مماس حالت دی. تا حالت مماس ده. مماس این مماس داخلی هست، تا داخلی مماس دی. او دبل هم خارجی مماس دی. این مماس خارجی است. داخلی مماس او خارجی مماس. داخلی مماس دایره ها در داخل یکدیگر قرار دارند. شکل مثلا این شد شعاع دایره اولیه را آر1 میگید و شعاع دایره دومی مثلا تا اینجاست، این را میگه آر2. مرکزایش خود میشناسید که چه مقدار است. پس حالا بحث ما این است که چگونه میتونیم فاصله بین مرکزش پیدا کنیم. فاصله بین مرکزش، مرکزین ترمنز واتن دا فاصله څنګه پیدا کولای شو؟ این فاصله را چگونه پیدا کرده میتونیم که برنگ نارنجی نشانش بدیم. در این صورت همیشه شما چیکار میکنید؟ حاصل تفریقشان را پیدا میکنید. یعنی نوشتن استاد من نمیفهمم اینترنتم از پس از شما اینترنتم بر من صداتم بر من صحیح نمیاد. خراب است استاد ما نمیاد. از ما صداش درست نمیاد. حالا صدای ما دارین؟ بله استاد بند میشه. خب حالا درست است؟ بله استاد. خب مماس گفتیم که مماس به دو نوع است، یکی مماس داخلی و دیگر هم مماس خارجی. در مماس داخلی دایره ها در داخل یکدیگر قرار دارند و در مماس خارجی دایره ها در پهلوی یکدیگر قرار دارند. در مماس داخلی اول میایم اینجا یک نقطه مشترک دایره بین خود دارند. حالا هدف ما است که فاصله بین مرکز دایره ها را با استفاده که به خط نارنجی نشان دادیم. این را چگونه پیدا کرده میتونیم؟ استاد صدایت مشکل داره. استاد باز اینترنتم ضعیفه، صدایتم بر ما نمیاد. این قسمت هم اگر فاصله را بدی نشان میدهیم، این قسمت آر نیست بلکه این بدی نشان داده میشه. دی مساوی این فاصله را دی میگه. پس دی مساوی میشه به قیمت مطلقه آر2 منفی آر1. کچیر داخلی مماس ولرو د مرکزونو ترمنځ فاصله سره رقم پیدا کولای شو. د مرکزونو ترمنځ فاصله داسې پیدا کولای شو. د دوه دایره شعاعان یو بل منفی کوو، قیمت مطلقه کې لیکو. شعاع به می قسم پیدا میکنیم. ولی در مماس خارجی باز فاصله بین مرکزها را که پیدا میکنیم چیکار میکنیم؟ شعاعها را با یکدیگر جمع میکنیم. آر1 جمع آر2 حاصل جمعش. در مماس داخلی تفریق میکنیم، در مماس خارجی جمع میکنیم. په داخلی مماس کې تفریق او په داخلی مماس کې منفی کوو. حالا یک حالت دیگه است که متقاطع است، رو بحث در موردش گپ میزنیم. این حالتی که شما در اسکرین میبینید این حالت متقاطع است. حالت غیر متقاطع.
متقاطی دو نقطه مشترک داره، اما این حالت غیر متفاوتی است. در غیر متقاطی نقطه مشترک نداره. حالا ما اگر شاه ها رو جمع کنیم، آر1 و آر2 رو جمع کنیم یا آر و آر زبر رو جمع کنیم، شما ببینید اینجا آر و آر زبر براتون نشون دادم، میگید این آر1 یا آر2 باشه بهتر است. آر1 جمع آر2 و دیگه فاصله بین مرکز هاست که دیست. این رو جمع کنیم، در این صورت قیمت دی بزرگ میشه، فاصله بین مرکز ها بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر که این مقدار فاصله در اینجا اضافی هست، همین مقدار بزرگتر است. پس در حالت غیر متقاطی حاصل جمع شعاع ها کوچکتر از فاصله بین مرکز دایره ها می باشد. و غیر متقاطی حالتونه که دایره مشترک تکی نداری، که چه شعاعان جمع کو دی شعاعان دی جمع حاصل دی مرکزون دی واتن څخه کوچنی کیږي. خب این بحث امروز ما کارخانگیتون هم این است که شما این تعریفات و نکات دی درس از یاد میکنید. دی درس مهم تکی یادوي تا درس دیگر. خدا حافظ، همیشه موفق باشید.